سیاست جمهوری اسلامی ایران روشن است. ما به دنبال تنش و درگیری نیستیم، اما در برابر هر گونه تجاوز حق دفاع مشروع از خود را محفوظ می‌دانیم و پاسخ ما متناسب، قاطع و بازدارنده خواهد بود. The West and the United States accuse the Iranian government of mass executions of protesters, even citing evidence. Which is your response? جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اتهام قتل معترضان را رد می‌کند. آنچه در برخی روایت‌های رسانه‌های غربی مطرح می‌شود مبتنی بر گزارش‌های یکسویه و بعضاً سازمان یافته‌ای پیش از هر گونه بررسی مستقل و حقوقی نتیجه‌گیری‌های سیاسی یا جایگزین حقیقت‌یابی کرده‌اند. There is an impression given, at least in European countries and the United States, that there is no democracy in your country by protesters who claim that the communication network and internet have been suspended so that they cannot have information and communication. این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت. در خصوص موضوع اینترنت و شبکه‌های ارتباطی باید تأکید کنند که هر گونه محدودیت موقتی هدفمند و مبتنی بر ملاحظات امنیت عمومی بوده. Are you thinking that Reza Pahlavi, the son of last Shahi, is West's man? افرادی که تمام اتکای سیاسی خود را بر حمایت دولت‌های خارجی، تحریم‌ها و تشویق آمریکا و رژیم صهیونیستی به اقدام نظامی علیه ایران بنا کردند، عملاً در مسیری حرکت می‌کنند که با منافع ملی ایران همراستا نیست و نزد آحاد همه مردم ایران خائن محسوب می‌شوند. Στο ρωσο-ουκρανικό πολεμικό μέτωπο τώρα